عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن صلاة الليل. مرد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رو از نماز شب پرسید، یعنی چند رکعت نماز تهجد. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که نماز شب دو رکعت میخوانی. فاذا خشی احدکم الصبح صلى رکعتا واحدة. اگر از دمیدن صبح یکی شما اگر ترسد یا رکعت خواند، توتر له ما قد صلى. تمام رکعت هایی که خواند همیشه ویتر میگرداند، یعنی تاق میگرداند. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. این حدیث دلالت میکند که نماز شب حد و حدود ندارد، یعنی چقدر که انسان میتواند نماز خواندن میگیرد. و حدیث ترمذی عن ابی ذر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیله. در این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کدام آدمی که همراهی امام نماز گذارد تا برگشتن امام برای او اجری نماز شبی پوره نوشته میشد. سوال آمده است که اگر در یک مسجد 3-4 امام باشد، امام های حرم هم همین خیلی، یعنی یک چند امام میخواند، خفتن دیگر کس میخواند، 4 رکعت دیگر کس میخواند، 6 رکعت دیگر کس میخواند، ویتر دیگر کس میخواند، یعنی که یک امام خواند و برگشت. یعنی ما همراهی کدام امام برگردیم، مراد از این حدیث این که یعنی که تا تمام شدن نماز، تا همین مسجد نماز تمام کردن، یعنی علل خصوص ویتر تا خوانده شدن، همراهی جماعت باید باشد. اگر کسی همراهی امام نماز را در مسجد خواند برای او نماز شبی پوره نوشته میشد.